یه داستان قدیمی درباره یه استاد آینه‌ساز و شاگردش وجود داره. شاگرد وسواس پیدا کرده بود. شب و روز آینه ها رو صیقل میداد. تلاش میکرد اونها رو بی‌نقص کنه. اونقدر سخت کار میکرد که دستهاش زخمی شده بود. استاد فقط نگاهش میکرد و لبخند میزد. در نهایت شاگرد ناامید شد و گفت: استاد، هر چقدر تلاش میکنم نمیتونم تصویر رو درست کنم. استاد یه چیزی گفت که کامل متوقفش کرد: آینه از قبل کامله. کسی که بهش نگاه میکنه نیاز به صیقل داره. حالا این چه ربطی به ما داره؟ مغز ما یه سیستمی داره به اسم سیستم فعالساز مشبک که واقعیت رو بر اساس چیزی که روش تنظیم شدیم فیلتر میکنه. فرض کنیم قبلا سرمون کلاه رفته و کلی پول از دست دادیم. از اون تجربه یه ترس با همون میمونه. ترس از اینکه دوباره فریب بخوریم و بیشتر از دست بدیم. این ترس باعث میشه فرصت‌هایی که میتونن باعث رشدمون بشن رو رد کنیم و همزمان شرایطی رو جذب کنیم که دوباره ضرر کنیم. اما یه نفر دیگه ممکنه همون تجربه رو داشته باشه ولی اجازه نده دیدگاهش رو شکل بده. بهش مثل یه درس نگاه کنه و باز بمونه و در نتیجه به موفقیت برسه. آینه یکیه، تصویر فرق داره. بیشتر ما سعی میکنیم واقعیت رو با زور تغییر بدیم و نمیفهمیم چرا همه چیز برامون سخت تره. ما سعی میکنیم خود آینه رو تغییر بدیم، نه تصویری که بهش میدیم. واقعیت مثل یه آینه دو طرفه کار میکنه. یه طرف بازتابه، نتایج بیرونی. یه طرف تصویریه که ما ارائه میدیم، حالت درونیمون. چیزی که واقعیت بازتاب میده نگرش ما نسبت به خودمونه، هویتمون و همینطور درکمون از دنیاست، پارادایممون. هویت یعنی این که خودمون رو چه نوع آدمی میبینیم. پارادایم یعنی چی رو تو دنیامون ممکن میدونیم. ما همیشه مطابق با کسی عمل میکنیم که باور داریم هستیم. مثلا اگه یکی خودشو یه تریدر ناموفق بدونه، رفتارهاش هم همونو تقویت میکنه. حتی اگه بدون موفقیت ممکنه، شاید باور نکنه برای خودش ممکنه. این یه تضاد ایجاد میکنه. همین موضوع تو پول، بیزینس یا رابطه هم هست. اگه یه باور محدود کننده درباره خودمون داشته باشیم، رفتارمون همونو تایید میکنه. اما وقتی هویتمون تغییر کنه، رفتار و نتایجمون هم شروع میکنن تغییر کردن. دو تا چیز اصلی باید تغییر کنه. چیزی که باور داریم ممکنه و چیزی که درباره خودمون باور داریم. خیلی وقتا ما گیر میکنیم چون اول به واقعیت فعلی نگاه میکنیم و بعد بر اساس اون باور میسازیم. اگه اوضاع بد باشه، نتیجه میگیریم همه چیز بده و این باور دوباره همون شرایط رو تقویت میکنه. این میشه یه چرخه: مشاهده، باور، بازتاب واقعیت، تقویت، تکرار. برای شکستن این چرخه باید برعکسش کنیم. به جای اینکه از واقعیت فعلی شروع کنیم، از تصویری که انتخاب میکنیم شروع کنیم. تصمیم بگیریم چه کسی میخوایم باشیم، بعد دنبال شواهدی بگردیم که اون هویت رو تایید کنه. روی چیزایی که داریم تمرکز کنیم، نه چیزایی که نداریم. حتی شواهد کوچیک هم مهمن. کم کم توجهمون عوض میشه، رفتارمون عوض میشه و نتایجمون هم تغییر میکنن. آینه همون چیزی رو بازتاب میده که ما مدام روش تمرکز میکنیم و تقویتش میکنیم. حضور در لحظه خیلی مهمه. وقتی ما تو گذشته یا آینده گیر میکنیم، از روی ترس و فرضیات عمل میکنیم. اما وقتی تو لحظه ایم، بر اساس چیزی که واقعا داره اتفاق میفته واکنش نشون میدیم. اینجاست که تصمیم‌های بهتر و فرصت‌ها خودشونو نشون میدن. نکته اصلی خیلی ساده است. روی چیزایی که داریم و میخوایم تمرکز کنیم، نه روی کمبودها. اگه صادقانه به فکرمون نگاه کنیم، میبینیم چقدر زمان صرف تمرکز روی مشکلات میکنیم. با تغییر این تعادل، حتی کم کم یه هویت جدید تو ما شکل میگیره و وقتی این هویت با عمل تقویت بشه، واقعیتمون هم دنبالش تغییر میکنه. خب ممنون که تا اینجا دیدی. امیدوارم مفید بوده باشه. پس برام کامنت بذار و بگو نظر درباره این ویدیو چی بود.